تولید مصر و امثال آن را آزموده‌اند دنیا می‌گذرد و از آنها یاد نخواهد کرد. از کسانی یاد می‌کند که در طرق معنوی قدمی برداشته باشند. کوشش کنید تا فرصت باقی است برای خود توشه آخرت برگیرید. هیچ کس را بدون آزمون به دار الهی راه نمی‌دهند. همه ما تحت امتحان قرار خواهیم گرفت. کوچک و بزرگ، مسلمان و نامسلمان، زن و مرد، سیاه و سفید، هر که باشد تفاوتی نمی کند. همه حتما آزمایش میشوید. ولنبلونکم، هم لامش در زبان عربی تأکید است، هم نونش تأکید ثقیل است. بخوایم ترجمه کنیم میشود حتما ما شما را آزمایش خواهیم کرد. به چه آزمایش میکنیم؟ آزمایش میکنیم با ترس، آزمایش میکنیم با گرسنگی، آزمایش میکنیم با آسیب‌های مالی، نقصان مالی، و آزمایش میکنیم با کارکاستی‌های در جانتان، نقص عضو، با از دست دادن عزیزانتان. ببینیم که در این مصیبت‌ها چگونه مقاومت میکنیم. کسانی که زمانی که مصیبتی به آنها وارد می شود ناصبوری نمی کنند، می گویند ما از خداییم و به خدا، به سوی خداوند باز می گردیم. مرحوم استاد ما آیت الله لزمای منتظری در همین بیانیه های ماه آخر زندگانیش بعد از بیان نکات سیاسی نوشته بود که می توانید بروید و بخوانید اگر کسی باور کند که می‌میرد و قرار است به نزد خداوند دوباره حاضر شود و معنای انا لله و انا الیه راجعون را درک کرده باشد، در این دنیا دست از پا خطا نخواهد کرد. اگر همین یک آیه را همه ما امشب به خود بگوییم خدا، پیامبر به ما دروغ نگفت، واقعا راست گفت، ما از خدا آمده ایم، قرار است به نزد او برگردیم. اگر قرار باشد بدانیم به ما بگوید شما در مقابل دوربین تلویزیون قرار گرفته اید، چه احساسی به شما دست میدهد؟ خودتان را مرتب میکنید، سعی میکنید حرف اضافه نزنید، قرار است مطلب شما ضبط شود و جایی پخش شود و همه ببینند. حالا به جای 5 دقیقه میگویند حضرت آقا، سرکار خانم، تمام زندگی تو را فیلم گرفته ایم. قرار است در روز قیامت نه فقط به خودت، به همگان نشان بدهیم. چه احساسی به ما دست خواهد داد؟ حتی گناهان مرا، حتی آن کارهایی که هیچ کس ندیده است، قرار است من ببینم که خدای تو، پیغمبر تو هم قرار است ببینم. امامت که بود؟ امام علی؟ امام حسین؟ به او خواهیم گفت که مأمون تو چه کار خواهد کرد. راستش را بگویید. خجالت میکشین یا نه؟ خودم را میگویم شما حتما چنین نیستید. قرار است خدای من ببیند من چه کردم، بداند من چه گفتم، بداند من چه دیدم، بداند کجا رفتم. رسول الله هم قرار است بداند. مبادا وقتی که نامه اعمال ما را آنها میبینند بگویند عجب پیرو بدی، آبروی ما را بردی. به تو هم میگویند مسلمان. وقتی مرا با امام علی مقایسه میکنند، در روایات ما آمده است میگوییم السلام علیک یا میزان الاعمال، میخواهی بروی سیب بخری، این سنگ وزنه است، 1 کیلو سیب به این مقدار، با این سنگ وزنه. عمل مراتب رو با کی میسنجند؟ نماز من میگوید امامت که بود؟ علی بود. این نماز علی، این هم نماز تو. این جهاد علی، این هم جهاد تو. این انفاق علی، این هم انفاق تو. روز دشواری است قیامت. خودمان را آماده بکنیم. اونها که عالمتر از ما بودند، یاد خدا که می افتادند، حساب کارشان را می کردند. این شطوری است که در خانه همه ما می خوابد. فکر نکنیم صرفاً مال پیرمرد و پیرزن هاست. من و تو هم
پیر میشویم، پیرتر میشویم، بالاخره ما هم خواهیم رفت نزد خدای ارحم الراحمین خواهیم رفت، ولی بالاخره حساب کتابی هم باید باشد بین آن که عمل صالح انجام داد و آن که در این دنیا خورد و خوابید و به ریش همه خندید. باید فرقی باشد، وگرنه باید در عدالت خدا شک کنیم. خب این شبها برای همین حرفا هم هست. اصلا همه این شبها، همه عاشورا و محرم خلاصه‌اش همین است. مؤمنان، مبدأی هست و معادی. باور کنید. ایمان یعنی باور کردن مبدأ و معاد. هیچ چیز هم بیشتر از این نیست. خلاصه رسالت همه انبیا همین بود. آدم بشوید، بدانید به سوی او برمیگردید، او داور اعمال شماست. اگر قرار باشد در دادگاه کسی که قضاوت میکند شاهد همه ماجرا باشد. برای همین است که توی روایات ما آمده الحاکم هو شاهد، القاضی هو شاهد. لازم نیست که شاهد احضار کنیم، خود قاضی خودش شاهد همه قضایا بوده است، ریز و درشت. مگر نمیگویی خدا به حتی ریز دل من و تو هم آگاه است، میداند در قلب ما چه گذشته است. او قرار است در روز قیامت داوری کند. از حالا خودمان را برای آن روز آماده کنیم. حسین برای ارتقای همین مفاهیم شهید شد. در یکی از زیارات امام حسین، زیارت اربعینش، یک جمله آمده، در دیگر زیاراتش این جمله با این عظمت یافت نمی شود. این جمله خلاصه نهضت کربلاست، خلاصه قیام عاشوراست. در آن جمله پرمعنا آمده است و منح النصح و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت ضلاله. من شهادت میدم که او نصیحت را، خیرخواهی را به کمال ادا کرد و خون گلویش را، خون گلو عزیزترین بخش خون انسان است. یعنی کسی را که میخواهند بگویند خونش، اون تازه ترین خونش که تازه از قلب در آمده، خون گلو، یعنی نابترین بخش زندگیش را. بذل مهجته فیک، اون خونش را در راه تو داد. تا چه شود؟ تا این دو هدف حاصل شود، تا بندگان تو از جهالت بیدار شوند و از گمراهی حیرت و ضلالت و گمراهی به درآیند. جهل و گمراهی. حسین قیام کرد تا آگاهی مردم افزایش یابد. حسین قیام کرد تا گمراهان را به راه آورد. حسین قیام نکرد که من و تو بگریم و به شیوه مسیحیت محرف گناهانمان بخشیده شود. هیچ دلیل معتبری بر این زمینه نداره. آنچه که دلیل معتبر برایش داریم این است که در این مجالس شرکت کنید، از حسین یاد بگیرید، مانند حسین و اهل بیت حسین عمل کنید تا رستگار شوید.